امروز دیرتر از هر روز بیدار شدم، خیلی خسته بودم، 2 ساعت بیشتر خوابیدم و الان ساعت 10 بریم هم صبحونه بخوریم هم به درسام برسم. قطعاً با یه موزیک بی کلام ذهنم آروم میشه و میریم پرقدرت سراغ درسای امروز. درس بخونی واقعا خواب خیلی مهمه. یعنی اینکه خواب کافی باشه خیلی مهمه واقعا، چون باعث میشه تو خیلی با کیفیت درس بخونی، فقط درس رو نمیخونی، جوری میخونی که متوجه بشی و بفهمی چه جوری باز کنم. بالاخره موفق شدم گردو رو شکن کنم معروف. یه چای پارچه هم بریزیم. من حس نداشتم چای رو دم کنم خوب میشه، همین با تیبک کارمون را میفته. هر چیز بگذاریم ولی چای یه چیز دیگه است. دیگه بریم.